سلام بر شما علاقه‌مندان سیما نیوز. 7 خبری این هفته از افغانستان و جهان با من همیرا افغان. نخست اخبار مربوط به افغانستان. سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با معاون وزارت خارجه قطر بر تقویت روابط میان دو کشور تایید کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته است که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی با محمد بن عبدالعزیز معاون وزارت خارجه قطر و هیئت همراهش در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی از کمک‌های بشردوستانه قطر به زلزله زدگان و سیلاب زدگان اخیر در کشور تشکری نمود و بر تقویت روابط ادامه همکاری این دو کشور تأیید ورزید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان جهت ابراز تسلیت در پیوند به جان باختن رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش به سفارت ایران در کابل رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه گفته است که مولا عبدالغنی برادر آخان معاون اقتصادی ریاست الوزراء با محمد بن عبدالعزیز معاون وزارت امور خارجه قطر در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار هر دو طرف بر روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بحث نمودند. امتحانات سراسری کنکور افغانستان امسال هم بدون حضور دختران برگزار می شود. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحانات سراسری کنکور را در افغانستان اعلام کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان در ماه‌های آینده شاهد سیلاب‌های ویرانگر بیشتر خواهد بود. برنامه جهانی غذا در گزارشش گفته است که حدود 80,000 نفری که از سیلاب‌ها در 2 هفته گذشته در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان متاثر شدند، بیش از پیش گرفتار ناامنی غذایی خواهند شد. و حال از جهان. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که در سقوط هلیکوپتر کشته شد، تشبیه آقای رئیسی از شهر برجند مرکز استان خراسان جنوبی آغاز شد. بر اساس اعلام قبلی ابراهیم رئیسی بعد از تشبیه در برجند به مشهد منتقل و در آنجا دفن شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مراسم تشبیه جنازه ابراهیم رئیسی به تهران رفته بود، محو اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین را از وعده‌های الهی توصیف کرد.